مجنون سوار یه شتر شد، گفت بریم لیلا رو ببینیم. شتره یه کره داشت، مجنون میرفت دلش پی لیلا، شتره دلش پشت سرش بود. مجنون یه ذره که میرفت تو هپروت لیلا. شتر میفهمید که این دستاش شل شده، کج میکند میومد سمت کرش. یه دفعه مجنون از هپروت میومد بیرون. ما چرا اینجاییم بس؟ در 3 روز ره بدین احوالها، ماند مجنون در تردد سالها. چون مرکبش دلش پشت سرش بود، مجنون دلش جلو بود. آخرین کاری که مجنون به فکرش رسید، گفت شتر من و تو نمیتونیم با هم بریم. از وقتی از این مرکب پیاده شد تونست بره. بچه ها قلب ما سوار یه تنیه، دل میگه میرم آزاد میشم، جسم دلش نمیخواد از این دنیا بره. تو هپروت خودت داری میری، ولی هنوز از این مرکب جسم پایین نیومدی، از این مرکب شهوت پایین نیومدی. هی 3 روز میری میبینی دوباره سر جاتی که داداش بیا پایین.